الله جل عظمته در اولین مرحله سبب رسیدن به تقوا و خدا ترسی را اصلاح عقیده معرفی میکند. یؤمنون بالغیب، اینها ایمان دارند به امور پوشیده، اصلاح عقیدوی دارند، آخرت ندیدن، جنت ندیدن، دوزخ ندیدن، اما ایمان دارند، باور دارند به خاطر رسیدن به جنت. بعد دومین سببی را که الله جل عظمته برای رسیدن به تقوا و خداجویی، خدا باوری و خدا پرستی ذکر میکنه در قرآن عظیمشان، او اصلاح اعمال است. در ادامهش الله جل عظمته میگه یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. نمونه های صالح بودن اعمالشان چی است؟ نمازشان را در اوقات معینش با تمام شرایط، با تمام آدابش اقامه میکنند. سومین سببی که الله جل عظمته برای رسیدن به تقوا ذکر میکند در قرآن عظیمشان اصلاح اخلاق است. و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که الله میگه ما برشان رزق دادیم، روزی دادیم، برشان نصیب کردیم، اینها در راه ما انفاق میکنن، خرج میکنن، مصرف میکنن. اگر پول دارن چنان با اخلاق زیبا اینا آراسته هستن که از پولشان به غریبا، به فقیرا مصرف میکنن، خرج میکنن، در جامعه انسانی به خاطر رفاه و آسایش انسانها مصرف میکنن. بعد الله جل عظمته عامل دیگر یا سبب دیگری برای رسیدن به تقوا را ایمان به قرآن ذکر میکند. و ایمان به قرآن مقتضی ازی است که ما قرآن را لفظش یاد داشته باشیم، معنایش بدانیم و خودمان مزین به آموزه های قرآن بکنیم. و پنجمین سببی هم که الله جل عظمته برای رسیدن به تقوا ذکر میکند اعتقاد و باور کامل به آخرت است. چون بندی مؤمن زمانی که به این فکر باشد، به این عقیده باشد که روز ما میمیرم و روزی در پیشگاه الله جل عظمته حاضر میشم، از تمام اعمالم، از تمام کردارم، از هر لحظی که در دنیا سپری کرده ایم از ما پرسان کرده میشه، گزارش گرفته میشه، در اینجاست که زندگیش آراسته میکنه تا در او دنیا در پیش الله جل عظمته شرمنده نباشد. این مردم، این جماعت در دنیا بر هدایت هستند، در دنیا مسیر درست دارند و در آخرت اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. و اینها سعادت و رستگاری، ظفرمندی ابدی و همیشگی دارند.